فقط امروز برای شما زندگی فقیرانه رحیم پروداکشن پیشنهاد شما میکنیم. در تکاش اینش نوایی انشالله که قربانی دم بشه. اینا قربانی ها برقم میتای پات ایش اینا گوی الله میگه این خیلی میکشمه. سوق سلامت برگرد برادر جان. برای پیشرفت کاری رحیم جان یا لایک یک کامنتر دریغ نداره، انشالله بهتری میشه. همین اورا برادر تا روی که 4-5 سال در غریبیان یادی وطن کنن برادر جان. ای قندی اصلی باباش بودم این بچه دونای مسعود اخروچه اینا باشه مرغای انا با کدام خاطر برادرها که یگان چیز پنهان نیست برادرها. الله در بالای سر هر یک بنده برادر جان. رحیم پروداکشن. السلام علیکم و رحمت الله. توفای نوبتی برای شما تا حال نکرده بودیم در دکانمون برای شما نشان میدیم. اینا من بردارم 3 تا کاروکا. اینا 1 2 3 پاور بانک 2 واتنام هم ناوشنیک داره هم تلفن شما را الحمدلله ضریت میتیه. پاور بانک 2 واتنام. دوم توفا را برای شما پیشنهاد میکنیم. ماشینکه های دراکون تایپ سی رنگی لیزا میگیره. سیمش باشه الحمدلله این همین گونه جوی نمازا هر نمود است. سرخ سفید سبز یک شمک شما برای شما پیشنهاد میکنم. شما این توفه ها را کی میتونید که دسترس کنید. حالی برای شما الحمدلله میفهمونم. اصلا یکم تا 15 ژانویه 2023 هر اون نفره که به دکان زیارتشاه قدم رنجه مینماید حجامه میکنه از همین 3 توفه یک تش دل خوشه انتخاب میکنه. برای معلومات بیشتر چون هر وقت در رقم های ما یا اینکه به آدرس های ما شهر مسکو، گورود خیمکی و مترو براتسلاسکی شما را انتظار است. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و کلی تماشاگرانی که این لحظه نوار نوبتی مرا ای وطن عزیز تاجیکستان ای شهر که فرخورجان تماشا کردین. دوستان عزیز امیدوار هستم هر یک شما تنسیت خانواده هستین. امروز تماشا کردین ای فدراسیون روسیه با فکرم حیران شدید که در فرخور در تاجیکستان اینقدر برف است. خدا میگم که هر یک دانه برفی که به زمین میرسه برابرش فیض برکت در وطن عزیزمون زیاد شود. دوستان عزیز و امروز بنده خواستم که یک نوار خوبی جالب را بهر شما تماشاگران کانال یوتیوب کانال رحیم پروداکشن که انشاءالله روزهای نزدیک ما 400,000 میشیم با دستگیری شما برادران عزیز یک سورپرایز خوب کنم. برادر جان عزیز میدونه که من نه ماشین رکلام میکنم نه دچه و نه خونه و نه یگان چیز. فقط امروز برای شما زندگی فقیرانه رحیم پروداکشن پیشنهاد شما میکنیم. در برفی نه اینکه زندگی رحیم، زندگی 90% برادران که همین لحظه مرا تماشا کردن میدونم همش مردم قشلاقن، مردم عذاب کشیدن، مردمی که گاو مولا میبینن هشون میروند. دوستان عزیز امروز یک نوار خوب با بهر شما پیشنهاد میکنیم که تماشا کنین، از یک گوشه دیار وطنمون راحت کنین و یک لحظه هم باشه چشمتون آب کنین حس کنین که در وطن عزیز قرار داریم برادران غریب. خدا میگم همه سوق سلامت به نزد زن فرزند، به نزد پدر و مادر سوق سلامت برگرد برادر جان. برای پیشرفت کاری رحیم جان یا لایک یک کامنتر دریغ نداره، انشالله بهتری میشه. همین اورا برادر تا روی که 4-5 سال در غریبیان یادی وطن کنن برادر جان. انا که سر بکنیم رفتیم.
که یگان برادر باشه و تا داورق منایسی برای برفک میکنیم میاریم پارت قرطاب که فلان که بهمدان که یک چیز واسه شما برای شما برادران عزیز، اگر که هر کسی میخواد نوار نوبتی را برای قرطاب تاجیکی کنیم در کامنتر بنویسید. نوار دیما قرطاب تاجیکی میکنیم. امروز درباره زندگی خودم شخصا بنده برای شما معلومات میتونم دوستان عزیز. هر یک کس میگه باید اول پیش خونه توزه کنید. یگان کس برفک پرتوی میامه قپی رو پوش سیاه میکنیم میری برادر جان تاریخ کسی قای حاضر میریم برادر جان. اینو برف نگاه کن موزا میدارم میروه حاضر راست میریم آقل جایی که برادران عزیز همه زندگی شایمجای شیر فقیر خای همه چیز زندگی انسان گو مولای در قشلاق در دهات همه چیزای از اون جمله ما هم سه تا گاو داریم که اگر گاو را پنسا بروریم خطا نمیکنیم برادر جان. برای که در اصل گاو اینه که با گاو مونند نیست، لیک برای خوشحالی شما یک لحظه هم باشه وقتی شما را خوش میکنم برادر جان که شما هم از همین فیض برکت وطن از همین برف وطن هم شما هم تماشا کنید راحت کنید برادر جان. آخی برای همین انا حاج میبریم برادر جان گاو را میبریم. برادرو هر روز گاو را که میتن که رنگ اوقات کارچکا شروع امروز گوش بریا شوندیم رشقه برادر جان. برای همین اینا بسم الله الرحمن الرحیم انا رشقه شوندیم میگی کم کم وقتی دادن رشقه اول یک نیم تا شوربه شوندن در برادر بیکار سخن اثر نداره. برای همین برادر جان بسم الله الرحمن الرحیم ولی با فکرم برادر جان همجا تماشا کسی میگوی هی رحیم همی کاری مرا میکرده گاو مولا میخیر یک لحظه هم باشه حلاوت بریم برادر. یکی در حقیقتا خنه که من اینجا سه چهار تا چی دارم بزای امریکانسکی این بزاره ای امریکا واردگیم ها گوشوشون دروز ای کو این زوتوی نوای شرینا بزی بالکن هم وادیم بزی که در بالکن دونه برا موارده اینا بیا جانوش بید اینا گوشو را بی رنگ یا خیلی هم خیلی روی که کمیتر یا بیزه می نویسم کن بیا بچم در زبان جانو آشی جانو چون بیا را همی مخصوص جای کردگیم که ایجا اینا بس ایجا دا میخرن ایجا دا اینا تکش اینیش نوه ای انشاءالله که قربانی دا میشوه اینا قربانی همه رقم تای پد ایش شیر بچه انشاءالله که آیندهش بخچه حالا برادرها برادرها اول گوه را یک هوای توزه بروردم در کن ما انا شکرانه الله سیتا گوه برو یا برای قدر که جایی که حاضر میمونیم چون اینجا در کواشون را جا بجا میکنیم تای نویزم میبرونیم اینجا حاضر یک میبرونیم اکسکورسیا تماشا کنن یک هوای توزه بفهمن که در فرخورم برف یا بچه همی گوان زندگی دارن. انا برادرها یک کلگوه جانم شویدی بود نزنیم میشه تا در پیش پد پیشگاه شرمونده شیم انا بیا جانم ای را گوی کلگوه میگن ای خودش میدونه که کجا سبرم انا برادر جانم ای کوی کلگوه گفتی خونم این اینجا دا میاریمش میمونمش میستم دیگه جایی چرا نمیایی در کجا خیلی میسنجیده انشاءالله خیره ای هم گوه گفتم پینسا میبرو شوکو همون گوه باردارو یا همه پودا میروند اگه درمون رنگی طویل داره و غیر تاری که بلا نیست که بخورن همین لوی زعبور هم گوه میبرن خیلی همین قدری زیغ نمیشن باردارو اوش هم ببرورم انا جو رنگ دیخون بچه شید این سیاه ایجا دایم
نهیش بخورم از سیمی کنم. آه برادر جان. ای برای بچه. ای گوی شویتس کش میده. اینا گوی الله میده. این خیلی میکشم میبرم. آنها خیلی وارفیده برادر جان. این گوه هاش یک هوای تازه بگیرن. بعد تای نبیزه جوشون میکنیم برادر جان اینشانه. برای چی هم کردیم که برای شما برادر جان که همه بینی حلاوت برای که وطن عزیزم برف یا فیض برکت یا بروردن یا هوای تازه انشالله که اینترس نیای باز با اینترس در پیش میشه برای شما برادران میبینین حلاوت میبرین حلاوت اگر که ما بودو نوار و یگون روز با شما مخل نشده باشه عذر زیاد از با درشش انشالله که میریم برادر جان اینجا گفتم که یا میبرویا بعد درون میدارم نخرا اوی حالا فرد گرش نخرا یا خیلی چند کن گنده ایکی دیگه میرم توشو باندی کشتم گوه ای گوه اومد کن طبیعش همه بانده اوش میاد که اوش خفی جوایی نمیشه آداری دو باداران هم خیلی کار قشلاق خیلی میبندیم چون که یگارسه چی نکنیم انشاءالله انا برادر جون عزیز ما گو مولا بود کرد اونم قدر کار داره با عبید انشالله مثلا اوتیش پیشنهاد میکنیم حاج یادت خروزو یابانی دارم ای چی میوردگیم خیتویی حاج پیشنهاد شما بتین یا دونه شما کنیم خیلی بینه که در خونه رحیم پروداکشن چی هست ای بسیارات بگه که فلان بیامدن هر چیزی که ما داریم نوار میکنیم با کدام خاطر برادرها که یگان چیز پنهان نیست برادرها الله در بالای سر هر یک بنده برادر جان چیزی که در یوتیوب هستیم همو انسانیم خیلی یگان کمبودی که گذشت باشه بخشش بنده به کمبودی نمیشه میگه برادران مهم از یکدیگر عذرخواهی ای برادر جان ان شاء الله میریم ای قندی اصلی باباش بودم این بچه جونای مخصوص اخروچه اینا بارفیده نگاه که اوی گولیک جان بین مرغا آورده شما بقفین یا بقف بچه جان یا برادرها اینا یوسف جان سمیه اینا عبدالله جان سه بچه که عزیزی ما برادر جان انا حاجی السلام علیکم بگو یوسف السلام علیکم سازم برادرانی غریب بگو خداوند همه تا سوق سلامت به وطن عزیز بیاره بگو خداوند همه تا عزیز بیاره با وطن عزیز سوق سلامت بیاره بعد ما توی کنیم تماشا کنیم چو کنیم ما تو کنیم تماشا کنیم چو کنیم نخ اجا نخ بچم برف نخرین انا اکم مرغا را دوناتی مو برادر اوی غلط انا برادر اینی مرغای یک کدی
بچه یک کدی این خیلی دست درون درون انا او خیلی بیست نجو انا مرغورا دونتیه برادرو باز با دردی بزنه بیفتم انا یوسف کو ایجا بداو میتونی دویده میتونی کو بداو کو نکی اینا مرغورا چی مرغورا پیش بگیرم بچه نک بیست یوسف جون شون نک بچه جون انا برادرو بره انا اوش یورس کردم دیکو چجور دوستان عزیز اینا در هوای برفی در هوای سردی در هوایی که فیض و برکت در وطن عزیز ما چند سال بود خیلی برف نبود در فرخور نه بلکه در فرخور در تمام تاجیکستان خیلی برف نبود اینا هم آمد برادران عزیز چی نواری کردیم خاص از دل برای هر یک شما کردیم برادران عزیز اگر یگون کامودی بنده ما گذاشته باشه عذر زیاد یگون کامودی ای اپراتوری باشه نه شخصا دادر ما احسان جان بینوات های همش ان شاء الله جواب میکنیم یک چیز واسه شما گفتیم برسونیم که در تگ همین نوار بنویسین که میخواین که همین روز برفته یک قروتو برای شما کنیم برادران اگر ها بگین شینگل بنویسین با دیگر ویدیو دیگر هم میپاکیم قروتو برادران برای همین اگر بخواین بنویسین که ها میخواین قروتو که قروتو در هوای برفی هم برندایی چکر پاک زم رنگ کینوی پلو دالندر به پیستاله فقط برای شما برادران خداوند نگهبان تان باشه برای پیشرفت ما برادر نمی 500 600 کرد در افیری یا لایک بوجه جخی برادرم انا جخی دوش یک کامنتر بنویس دیگر یگون گپ ندارم برادران نه کامنتر نه لایک تو پول کار میکنه نه کامیرا میفهم که تو برادر و اپا و جون و جگری مای برادر الله هیچ مکنه خداوند نگهبان در تای کامنتر قرطوا ایتون نبروین رفتی